آبه یه بوی میده. آره از بو گوسفند. جدی؟ آره خب 2 تا بادون بسمون دیگه نیست دیگه. واقعا خیلی گشنمونه و تونستیم یه دونه سنگ و بادون پیدا کنیم و اینجا یه جوب آبم هست که از این آبم خواهیم خورد. آقا دیگه تا ندارم اینجا برم بالا، خیلی خوبه بدیه. حاجی بالاخره تونستم تا اینجا بیام بالا. وای حاجی آقا خیلی گشنمونه. الان نشستیم داریم استراحت میکنیم و پدرمون دارم اومده تا الان تو این چالش. ما نمیدونیم چرا از کوه اومدیم بالا. آقا ما همین الان یه جستجوی ترسناک هم گرفتیم که همین باعث شد 2 ساعت از زمانمون بگذره و میبینید که آفتاب خیلی زیادتر شده چون ظهر شده و گشتمون هم خیلی شده، تشنمون که به شدت شده. حالا نمیدونم آره این آبو حاضریم بخوریم. پس آقا یه بار دیگه بریم آب رو بخوریم بیایم. و راجع به غذا هم هنوز من چیزی نمیدونم واقعیتش. گشتمون شده ها. الان تقریبا چند ساعت اینجا؟ بذار ببینم یه دقیقه ببینم. ساعت 8 بوده اومدیم. الان ساعت تقریبا 11:59 است. 3 ساعت وقت اینجا. یعنی خیلی وقت اینجاییم و باید تا ساعت 8 9 10 11 12 14 باید تا حداقل ساعت 6 یا 8 ظهر اینجا باشیم. نمیدونم بذارید حساب کنم. 8 سیب زمینی تو باغ 9 10 11 12 13 14 15 16 باید تا ساعت 4 بعد از ظهر اینجا باشیم. الان ساعت 8 یعنی اومدیم توی این چالش. باید تا ساعت 4 اینجا باشیم. ساعت 11:50 خورده یعنی ساعت دیگه 12 و حاجی چی کار کنیم بقیه‌شو؟ سیب زمینی این باغ نیستش. آب خدا رو شکر ولی غذا نه، غذا نیستش. خونه کسیه اینجا. آقا غذا اینجا نیستش، برای همین این کار سخت میکنه. ولی خب حاجی الان ما حدود چند ساعت اینجاییم؟ 8 9 10 11 12 آقا الان ما 4 ساعت اینجاییم. چیه؟ استخونه چیه حاجی؟ دیگه آقا همینم خوبه. ما الان 4 ساعت اینجاییم که خدا رو شکر یه دونه ولاگ توی همین ولاگ هم ما یه ولاگ ترسناک گرفتیم که همین باعث شد کلی از زمانمون بگذره و این خیلی خوبه. نمیدونم دیگه بقیه‌شو چیکار کنیم. آقا به نظر من ایلیا اینجا یه استراحت بکنیم. چیه به نظرت؟ آره خوبه. یه ساعت خوب بخوابیم یا نه؟ یادگاری هم درختو بنویسیم. نه ما اومدیم بقا تو جنگل که به درخت‌ها اینا آسیب نزنیم، بعد روی یادگاری بنویسیم. حالا بذار ببینیم یه کسی یادگاری ننوشته. ولی حاجی چه جنگل خفن و خوفیه خدایش. بذار به درخت‌ها آسیب و اینا زیاد زدن ولی خب نوشابه خوب نیست ولی خب. حاجی اینو ببین چی نوشته؟ این فکر کنم یه ایکسه. آره چیه این؟ ای یا ایکسه؟ اینجا نمیدونم چیه چیزی نوشته. چی؟ نالیت ایت نمیدونم یه چیزی نوشته. تقریبا 1 ساعت دیگه الان گذشته و واقعا گشتمون شده، تشنمون هم خیلی شده. هنوز آب نخوردیم. صبحونه هم نخوردیم. صبحونه چرا صبحونه نه؟ آخ راستی صبحونه اصلا امروز ما نخوردیم اومدیم چالش. عجب خری هستیم دیگه. آجی چوبه بغلت خیلی برای تیر کمان اوکیه. آقا نمیدونم اگر بشه سلاخ شکار کنیم بخوریم. نه آخه به حیوانام نمیشه آسیب رسوندش. شانسی دیگه سیب زمینی در اومده. منطقیه. منطقی زود میزنه. آقا دیگه بریم ببینیم تا کجا میبینید که آره آبه ذره بیشتر شده. میبینی آبه بیشتر شده. مهم نیست. گردو جدی؟ آقا یه دونه گردو پیدا کردیم ولی که خالی دهنت سرویس. یه دونه گردوی پوچ برام پیدا کرده. دست در نکنه، خیلی زحمت کشیده واقعا. دست در نکنه قربونت فدات شم.
خب من اینو بکنم تو کوچه های شهر. آره دقیقش بودش بدنیم. برو بریم. برو بریم که آب بخوریم. برو. بادوم علایی؟ آره دیگه علاییه. آقا بادوم اینجا چیز خوشمزه. بادوم حاجی پیدا کردیم. یه سنگ پیدا کن برو سریع. آقا بادوم پیدا کردیم. همین شاید بتونه یه ساعت ما رو سیر نگه داره. فکر نکنم. حاجی بادوم. جدی؟ آره. خب 2 تا بادوم بسم. دیگه نیست دیگه. دیگه چرا هستش من 2 تا بادوم پیدا کردم. پیدا کن بودو. سنگ هم اینجاست. آقا یه دونه سنگ و یه دونه بادوم پیدا کردیم. واقعا خیلی گشنمونه. نیست دیگه بادوم؟ ها؟ بیا یه بس دیگه. آره حاجی خیلی گشنمون شده خدایی. بیار اینو بده من. این که همونه عزیز من. بیا اینجا سنگ هست بشکن میاره. ببین قشنگ بشکنه خورد نشه خدایی. میخوایم بخوریم. جدی درست بشکن. از روی این طرف که مثل آدم بشکن. هم بشکن. برده بیا بادومو. یعنی خیلی شل دستی خدایی. دهنت سیاهی. وای بادوم نمیدیم. اینه خود بشو برم. گوشی نگم دارم. کو الا افتید کجا؟ یا اول گشنگی خواهیم کشید تا تو. حاجی بادوممون نیست. ولی خب همین هم میتونیم بخوریم. بیایی نصفش کنین ها. این چشم آرسی. همین یه بادوم هم شاید بتونه ما رو نیم ساعت سیر کنه. نمیدونم. ولی دیگه هیچی نیست اینجا. بازم خوب حداقل آب داریم. عزیزکی شال. حاجی سیب پیدا کردم. حاجی قارچ مرض وایسا یه دقیقه. ای آب خیلی مثل گوی میده. حاجی چه آب بیمزه‌ایه. قارچ. حاجی قارچ پیدا کردیم. ایلیا قارچ پیدا کردیم. یه چوب بیار. چاقو بزنی. بیاره چوب. حاجی دستم بوگند آب. چقدر آب مزه بدی میداد. من فکرم معده توش ریده بود. بده من چوبا. حاجی قارچ. میگاس. ویدیو بعدی براتون از رو هم میریم بالا. حاجی دیگه ما واقعا نمیتونیم حتی راه هم بریم. واقعا خیلی گشنمونه. راه هم دیگه نمیتونیم بریم. 8 ساعت شو داره؟ نه تازه 5 ساعت شده. 3 ساعت دیگه مونده. چیکار کنیم به نظرت؟ 3 ساعت رو یه جوری اوکیش کنیم که دیگه 8 ساعت بشه. حاجی ببین ما الان اگر بخوایم از اینجا بریم بالا که پیر میشیم خب. ولی اگر از این کوه بریم بالا چی؟ جوون میشه. حاجی این کوه میریم بالا. ما الان میخوایم این کوه بریم بالا چه اصلا خیلی کوه بلندیه و بریم خونه. الان 5 ساعت دیگه مونده تا تموم شه. 5 ساعت الان تو جنگلیم. 3 ساعت دیگه چالشمون تموم میشه.
بریم بالا و تا یه ذرم بشیم استراحت کنیم، شاید یه ساعت 2 ساعت بشه نمیدونم. حالا بریم حالا یه ساعتش هم تورای خونه خواهیم بود دیگه دایش. خب آقا بریم دیگه بالا. لیتس دو دیت. یا برسه خیلی سخته لیزه، خیلی لیزه. ای دهن سری کنی میفته فقط یا بدبخت شیم. آقا این چالش ما رو به کجا رسونده خدا؟ من که رفتم بالا خب بعد تو بیا بالا، چون اگه سعی از زیر پام رد شه به تو میخوره سرپا سری حلت میشه. آقا دیگه تا ندارم این کوه برم بالا. خیلی کوه بدیه. حاجی بالاخره تونستم تا اینجا بیام بالا. وای حاجی خب از مسیر میرفتیم چقدر ما خریم. بذار ببینم. آی تیغ رفت بد جایی. حاجی عجب غلطی کردیم. اوکی حاجی. وای نه پدرم داره در میاد. این کوه از همه بدتر بود. بالاخره تونستم. خیلی گشنمونه. الان نشستیم داریم استراحت میکنیم و پدرمون دارم اومده تا الان تو این چالش. ما نمیدونیم چرا از کوه اومدیم بالا. میتونستیم راحت از مسیر بریم ولی خب نوشابه خوب نیست. ولی خب چی گفته در گفتی اسمشو نمیدونم. این اسم خوبی داره تو این اینستا ویدیو میذاره. مستی؟ نه با خیس عرق شدم و واقعا گشنمونه. ناهار منظر چی خلق داشت؟ بازم تونستیم یه دونه بادون بخوریم و صبح هم ما صبحونه نخوردیم اومدیم تو این چالش. ناهار چه میدونم بابا. بازم ما یک شانسی که آوردیم آب داشت اینجا بودش ولی آبش آب خوردنی نبود، آب جوب بودش. ولی خب کار ما را مینداخت. از مزرعه اصلا نمیتونم دیگه صحبت کنم از بس تو این چالش. واقعا اصلا انرژی دیگه تو بدنم نیست. دارم میمیرم از انرژی هیچ تو بدنم نیست دیگه. و میبینید که چه جنگلی هم هست. آقا دیگه بریم بالا. آقا ما یک ساعت جا میشینیم استراحت کنیم بذار دراز میکشیم روی سنگا تا ببینیم چی میشه. آقا اینم یه دونه کانال یوتیوب داره که تازه زده. برید لطفا سابش کنید اگه دوست داشتید. البته برید سابش کنید چون قراره که خیلی ویدیوهای خفنی بذاره. ببینید سنی نداره خب ولی ویدیوهاش واقعا با کیفیته و حتما برید سابش کنید. حالا میخوای خود معرفی هم بکنید. دوستان ایلیوایتی هستم به ویدیوهای خوش اومدید. ما اومدیم در ویدیو بریم راز بقا رو بگیریم. اینو یه بار دیگه گفتی اول ویدیو. میتونی خود معرفی کنی که بسا بگی تو کانال چی میذاری یا اینا. دوستان ایلیوایتی هستم به این ویدیو خوش اومدید. لطفا کانال من لایک و سابسکرایب و زنگوله بغلش فشار بدید. کامنت انگلیسی هم برام بذارید. آقا محسودش کنید. سابش نکنید بکشیدش این. تو کانال ما داری خودت تبلیغ میکنی خجالت نمیکشی؟ و خیلی ویدیوی جذاب میذارم. دوستان آقا بذار داشتیم میگفت خیلی ویدیو جذاب میذارم. دوستان ایلیوایتی هستم به این ویدیو خوش اومدید. من حتما کانال ما لایک و سابسکرایب و زنگوله بغلش فشار بدید. و کامنت انگلیسی هم بذارید. ما ویدیوی جذاب و قشنگ میذاریم. همه اینا نشونای گشنگیه. هزیون داره میگه فقط. آقا به صاحب کن دیگه. به صاحب کن دیگه. به صاحب گوش هر چی بچه‌مون گناه. زامبی شدم خوبه. صبح زود اومدیم اینجا. الان ساعت تقریبا 3. آره 3 و یعنی یک ساعت دیگه که ساعت بشه 4 چالشمون تموم میشه. ما تا برسیم اون بالا و بریم رو به خونه میشه 1 ساعت خودش. Let's do this.
دیگه جون ندارم. سبز قشنگیه. یه بالا دیگه جون ندارم. وای یه حال ندارم، دارم میافتم دیگه. الان ما 7 ساعت داریم ویدیو ضبط میکنیم خب، و گوشیمون هیچ، یعنی من گوشیم 2 بار شارژش خالی شد و تو شارژ گذاشتم. حالا میگی چجوری با پاورپوینت؟ نه چی بود؟ پاورپوینت نه اون نبود. آره اسمش یادم نیست بریم. من دیگه حضور ذهن ندارم از بس گشنمه. این دستگاه هستش گوشی شارژ کنم. من اون آوردم و یه بار 2 بار گوشیمو شارژ کردم و بیش از 7 ساعت ویدیو گرفتم که حدود 30-40 گیگ شاید باور، شاید 2 تا پارت شده، من نمیدونم واقعیتش. حتما این ویدیو رو لایک کنید دوستان، کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید لطفا و خودش برای این ویدیو زحمت کشیدیم، حتما لایک کنید، کامنت هم برام بذارید. و البته میدونم که شاید خیلی بازدید نخوره چون ما تو ایرانیم و میدونید چه خبره. حداقل ویدیو رو لایک کنید. ویدیو منو خیلی بازدید. فقط تبلیغ میکنه خودش، کار دیگه بلد نیست. لایک و سابسکرایب بزنید. بغلش کامنت انگلیسی هم برام بذارید. نیم ساعت دیگه مونده تا چالشمون تموم شه. خب کارت دوردی آجوری چیزی بغله. نیم ساعت دیگه مونده تا چالشمون تموم شه و دیگه داریم میریم خونه و شاید یه ناهارم بزنیم، یه جوجه بزنیم ها. آره جوجه درست کنیم. آقا دیگه پس بریم جوجه‌مون رو آماده کنیم. بای.